نیزو پهلوان از جمهوری ازبکستان که گفتیم حسکی را که جواب ده برادر عزیز. منصور رحمان جمهوری تاجیکستان ببایشون ورقتون را گیرید قلمتون را تیز کرده نویسید. سبقت این دو پهلوان بعدا ما از پیوس و دیگر سبقت ها و نیروسنجی های پهلوانان گرانوزن اندیشه خود را باز بیان میکنیم. دادخون تربانالی منصور رحمان و پهلوان مومن آبادی هنرنمایی جالب هم دارم تشکر. ددخان و تیمور رحیمov هم خیلی هنرنمایی خوب نشان داده ایستادن. بله عبدالصمد شمسلوی خالصانه در سمت معین کردن غالب مکافات عالی کمره توجه کنید. جای برگشت نیست. پهلوان غالب میدان امروزه شهر باختر معین گردد. سپاس و تشکر به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر باختر برای زیبایی و جاذبیت و جالبیت میدان امروزه. گلهای معطر و زیبایی میدان امروزه سهمی دستن در کارم خیلی زیادن. حکومت شهر باختر هم امروز برای دریافت چهره های اصیل در یک جایگی با جمعیت سهامی رسنده شهر باختر این تنتنه را به شکوه نصرت و جلال خاصه تشکیل کردم و یک صمیمیانه قرصک های شما و افتخار این دستن در کارانه که یک عید متنتن را در گوشگاه مکافات عالی کمره همه رسانه های خبری را به گلیم آخرین ببرید. تیمور و ددخان تا هنوز حرکاتی فردوسی کولابسار ضربه دست آوردنی مکافات ارزنده اسب و بیبیسفون. بله شمسلوی فگر ترتیبی نیروسنجی با این طرزی که از آگاهی که
ورزشگران باعث تحسین است. برابری جمعیت سهامی رسنده نصرت الله فیض‌الله برای تشکیل کردن یک عید حقیقی گشتین در نوروز بین المللی ساله از نام همه پهلوانان جهانی سپاس میگوییم. با این وسیله برادری ورزش دوست خواستند که به پهلوانان کمک کنند و در منبع راه هوسمندی آنها جهت تمرین همیشه باز مهیا گردد. تشکر. ایستید بین هم هرچند در کنج‌های میدان لحظه های توقف زیادند، اما مخلصان هم بیشتر میخواهند که میدان دوره در بالای در مرکز گلیم جریان گیرد. حالا همین ترتیب ملی فایده و خاریه دیگه در اون موبایل تمرین در صورت نتیجه بخش انجام نیافتن رقابت جهانگیر و منصور مکافات دوستان عزیز و کارمندان حفظ حقوق تقدیم کرده می شود. ریاست کارهای داخلی ولایت و خواهشمندم که در